تا حالا دیدین شاعرها با هم دعواشون بشه؟ تازه 12 قرنم طول بکشه این دعوا. قرن 8 حافظ میاد میگه که همتونم شنیدید قطعا: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. تو قرن 11 صاحب تبریزی میاد میگه چی؟ هر آن کس چیز میبخشد ز جان خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. تو قرن معاصر استاد شهریار میگه چی میگه؟ هر آن کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند، نه بر آن ترک شیرازی که برد جمله دلها را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح را.